مادری تاجیک چون فرزندش را به سفری دور می‌گسلانید، مراسم کلچگزان را برپا می‌کرد. آن را نصیبه می‌نامیدند و در کنج خانه تا برگشت مسافر می‌آویختند. چنین اعتقاد داشتند که نصیبه‌اش در خانه مانده است و او برای آن نصیبه‌اش برمیگردد. کلچگزان بیشتر وقت گسیل پسر به صف قوه‌های مسلح شوروی سابق برگزار میشد. هر یک مادر تاجیک وقتی که فرزندش را به صف قوه‌های مسلح گسیل میکند، از قدیم الایام همین خیل است که وی کلچه را به فرزندش میدهد و کلچه را یک از گرفته تا آمدن فرزندش آن کلچه را در بالا، یعنی در بالای قالین یا سوزنی نگاه می‌دارد تا اینکه فرزندش یعنی از عسکری با سری بلند آمده آن کلچه را باز هم استعمال کند. امسال در ختلان دعوت بهاری جوانان 18 تا 27 ساله را با کلچگزان آغاز کردند. مقامات ولایت ختلان این مراسم خانوادگی را به یک مراسم پرشکوه ولایتی و تبلیغاتی تبدیل دادند با نطق‌های دبدبناک و حضور چهره اولی ولایت. با باوری کامل گفته می توانم که در این میدان جوانان صف کشیدند که آنها در قلب و تفکر خویش مهری وطن، مادر و حمایه مرزبوم کشور را جای دادند. مقامات میگویند این جوانان اختیاری به ارتش میروند، هرچند سرپیچی از خدمت هنوز هم هست. سبب سرپیچی را هم بدرفتاری با سربازان و حتی هلاکت آنها در ارتش میدانند. من از خودم آرزو داشتم که به صف قوای مسلح جمهوری اسلامی داخل شده با وطن خدمت کنم. حالا مقامات میخواهند با برگزاری معرکه های گسل نشان بدهند که این گونه حادثه ها نیستند و جوانان خودشان به پاسبانی مرزبوم تاجیکستان میروند. ولی نه همه مادران در این مراسم خوشنود به نظر میرسند، هرچند اینجا فضا شاد و عیدانه است. در چشم مادری که در میدان میرقصید اشک هویداست و معلوم نیست که اشک شادی است و یا اشک نگرانی از سرنوشت پسر که از ارتش سالم برمیگردد یا نه.